میخواهم که پیش از هر یک نماز شما سنت پیغمبر ادا کنین، زیرا در شستن بدنهایتان شما چنان مکافات میگیرین که از دست هیچ مخلوق نمی آید. این مغفرت گناه است. وقتی شما اگر بدنهای خود میشوین، تازه میکنین و به نماز جمعه میایین، خداوند با این ادا کردن امر گناههای شما را مغفرت میکند. پیش از نماز جمعه باید که همه شما بدنهای خودتان تازه کنین، شوین، و اگر در سر تاقیه هایی که داریم به همه ما و شما معلوم است که به نهایت بوی بدی دارند، علل خصوص باز در همین تابستان وقتی ما و شما بالای سر میگذاریم چی یک بوی بدی از تاقیه های ما و شما بدر می شود که چگونه که از حدیث پیغمبر خدا بر شما گفته بودیم که هر لباس، هر بدنی که بویناک باشد ملائکه ها از او آزار می‌یابند. چگونه که البته بنده مؤمن آزار می‌یابد، ملائکه های رحمت هم از بوی بدی ما و شما آزار می‌یابند. از این خاطر در زیرش میتوانیم ما و شما از همین عرقچین هایی که داریم استفاده کنیم و تاقیه ها را در مسجد میگذاریم. با این عرقچین ها که عرق پیدا نمیکنن نماز میخوانیم و بعدا باز در سر میگذاریم. کسی که میخواهد بعد از مسجد بیرون میشویم. салом дӯсто, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага ба ход мекунад, ҳамчунин желания ҳам хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдаҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. غیر از این شرکت شفافارما برای شما حجامه بپوز را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته حجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نمایید. مرحمت. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نقدر سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چخیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها. اینا شکر خدای نرفتیم اومدیم. اینا هیچ داکمنت همین یه ماشین قطعی رفته اومدگی. همین یه ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیاید این شو. تلفن‌ها پراور کنه میکنن، یا گم چه پراور کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه دایا دو جوده من کردن، داشت داکمنتوشو ندیدن. ما ماچه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ چند قبل داکمنت واقعی نکرده بودم. اینا همین کرد، رفتم اومدم بیس پرابلمه. همین ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچر نچه تا ماشین آورد. بسیار خواهش میکنم که امروزها بسیار گرم است، کاری کنین که یعنی با بدنهای بویناک خود به نماز جمعه حاضر نشوید. بهترین لباس هاتون در برتون کنین، لباس های پاکیزه تانه. اگر مبادا در پهلوی شما برادری باشد که خواه جورابی وی بوی کند، خواه بدن او بر او خبر دهین که برادر بدن تو بوی میکند، جورابی تو بوی میکند، بیرون از مسجد کن، زیرا در جای پای و یک برادر دیگر سجده میکند وی آزار مییابد. بسیار خوب میشود که این مسئله ها را ما و شما بسیار با دقت باشیم، زیرا اسلام ما و شما پاکیزه است. ان الله النظیف یحب النظافه. خدا خودش پاکیزه است، خودش تازه است، پاکیزه ها و تازه ها را دوست می دارد. امروز چگونه ای که بر شما وعده کردیم که خیلی سوال های زیاد نزد من منتظر جواب هستند و یک قسمتی اونها باز در خانه باقی ماند، یک قسمت دیگرش که الحال در این 1 ساعت جواب میگوییم. از همه شما خواهش میکنم که خیلی با دقتانه به این سوالهای دادگی برادرهای ما و شما با دقت باشین. انشاءالله ثواب جزیلی میگیریم. و جمعه آینده خدا خواسته باشد از فضیلت شوهر بالای زنها، که شوهرها بالای زنها چه فضیلت دارند، چه حقها دارند، چه حقوقها دارند، انشاءالله با شما جمعه آینده خبر میدهیم. داملای عزیز و داملای عزیز، اول و آخر از خدای واجب الوجود و بعداً از جمیع مسلمانان خواهانم که در حق فرزندان همه
و در حق فرزندان من انشاءالله دعای خیر کنید. خدا از شما راضی باشد. فرزندان در غریبی خدمت و تحصیل کرده ایستاده اند، دریغ نداره، در حق من هم دعا کنید. شاد باش بنده نیک. یعنی ما دائم دعا میکنیم و باز دعا میکنیم که خدای مهربان اون فرزندهایی که از این دیار ما و شما بیرون از وطن ما و شما قرار دارند، چی برای تحصیل رفته باشند، چی برای به دست آوردن مال، برای بهبود کردن زندگی هشان، خدای مهربان سفرهاشون به خیر بگردانی و با مرادهای حاصل شده خدای به خاندان پس بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم محترم حاجی مرزا. خداوند همیشه شما را نگاه دارد و زبان شما را همیشه گویا گرداند که ما از این پند و نصیحت های شما راه راست را یافتیم و از کارهای بد دور شدیم و با شرافت موعظه های شما بسیار کسان راه راست را یافتند و همه جوانان ناحیه ما مخلص شما شدند. همیشه ثبت های کسیتوی شما را انتظارند و از شما خواهش التماس نمودند که همین شعر نویسنده را از زبان شکرین شما شنویم. التماس همین کسیت را ما بررسی میبریم و یک گروه مخلصان شما از ناحیه کلخازآباد از مسجد ملا عمر. اینجا یک شعر این برادر ملا عمر یعنی کتابت کردن از ناحیه کلخازآباد که این ما بهر شما خوانیم، میلش میخوانیم. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله، هر کار که میکنی خدا خواهد و گوی، کارت بر رواج میشود انشاء الله. هر کس که بود بنده آزاد خدا، شکرانه کند بداد و ناداد خدا. جز مهر خدا کی بود مهر دیگر، کی یاد کسی کند به جز یاد خدا. رفتن شاهان از پی در یوزدری، بشکست کلاه و قدح و کوزگری. خاری بودا عاقبت عمر عزیز، بی طاعت و بی نماز و بی روزگری. البته این خدا رحمت کند این برادر ملا عمر بسیار یک یعنی شعری نیکی که همه از پند نصیحت عبارت هستند. اصلا شعر خواندن در اسلام این هیچ خلل و نقصی ندارد. یعنی شعری که اگر اون مذاق نباشد، شعری که وای دروغ نباشد، وای در اسلام خواندن این شعر هیچ غلطی نیست. برای همین خداوند در هر یک کلمه ای که این برادر ایجاد کردن خدا حسنات در نامه اعمالش کتابت کنه. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش دارم در حق پدر من و جمیع گذشتگان و مشکلی دارم دعا کنید، در نگهبان خدا باشید. خدای مهربان این پدری که الحال این فرزندی که از جانب پدرش شاید که دعا طلب کرده باشند، خداوند این پدر هر مرادی که داشته باشد حاصل بگرداند. اگر گذشته باشد خدا رحمت مغفرتش بگرداند و این مشکلاتی که این بنده تو دارد خدایا با فضل خودت اون مشکلات آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج. حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست
پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه. هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست. بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین باید که باید تازه نگه بدارین، پاکیزه نگه بدارین. این همچی است، سنت است. چی موی سر ماندن چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناه در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد. شاید 1 گرم یاید، شاید نیم گرم یاید و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگیم و یک دمچکه میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکه که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع. پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع. حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض. پیغمبر گفتند بعض سرش را می تراشد و بعض سر او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که یعنی در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند. امروز ما و شما تقلید میکنیم، تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند. امروز مسلمان ها همونها را دیدند تقلید بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یا اینکه امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند دو طرف میتراشند. همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا میشود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم. این به نهایت گناهگار میشود شخص. همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادر مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین دخترتانه که سرتراش ها را میارین ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسک ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها در شما اهمیت دید. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد
دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند، 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بی‌پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهند، همش گناهگار میشویم. السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همین به هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد. آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعت مثال غلیظ پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است که آخه از اونها استفاده کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. من از نام خودم عمر و شیرعلی، استقامت کننده کشلاک مهنت آباد خواجگی سفرف ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیلی مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عفو گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشمها به دیدار شما موفق نشده ایستاده‌ام. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتدار بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان این پدری که از دو چشم عاجز هستند، خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب روزیش بگردان و جمیع مشکلات هاش خدایا آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدایا صحت و سلامت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یگان نمایندش باشد بیاد انشاءالله از اینجا میگیریم، چند فتنه در کار باشد میدهیم، هدیه برده در حق ما دعا کنند. السلام علیکم داملای عزیز. با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امامی باشد که از اون ده افضل و بهتر باشد، این صورت ده از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون دیده بهتر و افضل تر باشد مرحمت اون پیش دارند، لیکن اگر نباشد وای نماز خواند باقی ندارد در نماز شما. طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ ضرری ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خانه‌دار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر می گوید در ماه ایول من خانه‌دار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن
بی‌نهایت برنامه‌های زیاد وجود دارد. از آن جمله من برای این برادر یک حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند ان شاء الله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاه بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است. باید همه شما وظیفه‌دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند. اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همان افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد. با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت، یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید. دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد. خانم گفت فرزند ما گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت. چی شرمندگی! این خانم چی گفتند؟ گفتند دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد، تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید، گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه 2 روز گذشت، شاید 3 روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن.
وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانید، تو گفتی نه وای گریختگی نیست، وای فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمت دارد این زن؟ یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخته است؟ میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت، و بعدا گفت مادام اینقدر تولا و زاره داری، من برای تو خبر میدهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگارا 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم. لقمه که ندانم که حلال است یا حرام، از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم. زیرا میدانم که طلب الحلال فریضه علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب می‌یابد وای ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می درآید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد وای لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد وای چیکار میکنه؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و این شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بینهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن در من باور نکردم، زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم، این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه وقتی که زن پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زن آدم عادی چگونه پرهیز کردن نمیتواند؟ وقتی زن پادشاه که تمامی نوش و نعمت دنیا در نزد آنها مهیا است، بازم این وقتی که وای پرهیزکار شد، وای لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند. این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه میتوانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زنی خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود.